سلام علیکم از عزیز ساماد خانواده با سلام باشین. چه کارها برای حاجی کردن ممکن است وقتی که احرام در بر است؟ وقتی که احرام در بر است، مرد زن با همدیگر یک جو در یک حجره باید نباشند. حجرهاشون جدا است. زن و شوهر هم باشند، مثل که چی میگن پدر و دختر هم باشند. اینا هم باید که مردها جدا میستن، زنها جدا میستن تا اونه که احرام در بردارن تا روز عید. یعنی که با هم یک جو خوب خیز کردن ممکن است. یک جو بودن نمیتونه مرد زن حشرات به خطر رسوندن ممکن نیست. حشرات دیدین اسمش حتی پشه رو باید که وای نکشن، باید که پشه را سکنن رود. دل رنجونیدن ممکن نیست. کسی که رنجونی کنه حجش باطل میشه، قبول نمیشه. بعد کسی را اش در آوردن این بسیار ثوابی. گفتیم که در یک ثواب 10 ثواب تا 1000 ثواب میگیرین شما، از 100 ثواب تا 1000 ثواب میگیرین شما در یک کاری کردگیتون در موسم حج. بعد خیر و صدقه کردن چقدر خوب است. در مکه و مدینه، مکه مکرمه میان صدقه میکنن آدم‌ها. حتی ما در لیکن در مینو میدونی ها بابت خورد چیزی که ممکن است به شما گفتم چیکار ممکن است. مثال خب انا بعد چیز در جای‌های که عبادت است کو وجودی که زنده باشن در جای‌های عبادت گپ زدن ممکن است برای حاجی و مانند گجوه در مثال مکه مکرمه گپ‌های بیهوده گپ زدن ممکن است. فقط تلاوت قرآن، طواف کردن، سجده کردن در نزد الله تعالی، بعد چیز دعا کردن در صفا، در مروه، در عرفه، در مزدلفه، در مینا، در شیطان سنگ زدن در همین جاها گپای بیهوده گپ زدن در کار نیست. برای حاجی همین چیزا ممکن نیست. معنی است. خب با چی؟ گفتیم که دل رنجوندن معنی است. کسی رو چشم بیزه نگاه کردن معنی است، گمان کردن معنی است. همه اینجا فقط حاجی در بر مثل احرام داره، فقط خیالش باید که به اون چی باشد، به طواف و به اون عبادت. یکی لذت است. من از خودم میگم که مثل حج برای من یک لذت‌هایی داد که من هیچ جور فراموش نمیکنم. وقتی که من اولین باری که مکه مکرمه رو دیدم، رو برشتم، از همون اول دیدگیم تا حاضیم لذتی همون حج در دل من هست. لذتی است که شما فراموش نمیشه. چگونه من سنگ رو بوسه کردم. من سنگ رو 3 مرتبه بوسه کردم. این چیزی من شده رفتم بود دادم شکوزی دقیقه هسته کنه میگن که از موضوع برآمد، لیکن من موضوع بود درباره حج است. سنگ رو من 3 مرتبه بوسه کردم. این بر رحمت خداوند شد. مرا امید در بین همین زنها رفتم تنها گفتم چیکار در گروه زنها در آمد. زنها مرا میگه تیلا کردن در درون سنگ رفتم خیلی سرم در آمد بوسه کردن یک بار بود 3 مرتبه میگه مرا رای کردن. زنها تیلا کردن در درون سنگ رفتن. این خواست الله تعالی شده که من انسان اگر صدقاً از خداوند خواهد که اون با ارزش میرسد. من آرزو کردم که خداوند رو 3 مرتبه سنگ رو بوسه کنم، اگر نه یک بارم بوسه کنم، لیکن الله تعالی به من 3 مرتبه سنگ رو بوسه کردن نصیب گردانید. اومده با همراهانم رای کردم قصه کردم، گفتن که ما یگام سنگ رو بوسه نکردیم، چه سنگ رو بوسه کردی زنها. گفتم با رحمت خداوند مرا زنها درون سنگ رای کردن تیلا کردن در درون سنگ رفتم بوسه کردم. میدونید درون سنگ در اومدن کو سر تو میدارد که یک خیلی بوی دارد که همون بوی کو همون بویی که هست در این سنگ کو بویی که چی میگن زبون گفتن نمیشود. یک بویی هست که اون که سرتون میدارین کو نفستون نمیگیره، میخواد که هم سرتون در درون هم جایسته. من خشتم که سر رو از همونجا نخواستم دیگه برارم، میخوام سر نبرارم. خانم های ایرانی میگه خانم باشه ما هم میخوایم که داخل سنگ شویم. بس سر میبرارم با سر میدارم که در اونجا میخوام که بوی کشم. میخواد بوی عجیب است که نفستون نمیگیره در بوی هم درون سنگ، فقط میخواد که بوی کشید. بله در درون همون سنگ که مرا گیرم نآمد، فقط خرسندی کردم. خداوند گفتم قدر مهربان است که سر مرا در این درون سنگ آوری درو کردی. لیکن وقتی من سر برداشتم در بالای سر چیز دیگه پلیس است دیگه بالای هم چی میگن سنگ دو چی نمیگه وای، فقط ایریا میگن که اون قسم که نفت چی نکنه کسی افتی میبردارن. لیکن من دسته مرتبه بعد از سنگ بوسه کردن افتیدم مرا برداشتن بعد رفتم طرفش. لیکن میدونین چیکار کنین وقتی که بس پیش سنگ رفتن با همراهیتون آب گیرین، آب زمزم گیرین، نوشیده میرین برای که تشنه همون روزی حج گنده گرم میشود. هم که گرم میشد هم 3 روزی حج که رنگ امتحانی الله تعالی با بندهاش میشد. روز عرفات هم گرم شدگی بود، لیکن با امر الله تعالی بارونی چی میگن رحمت با بالای سرمون بوری کمتره. روز عرفات هم گرم سخت میشه، بس 3 روز ایدم گرمی سخت میشد. یکم دوم سوم روز عید سخت گرم میشد. اون 3 روز عید من در اون سنگ مثلا افتیدم آب بخورم رنگ گرفتم. آب می نشین سرتون با آب تر کرده
салқин мешина бошад беҳиш мешин мерафтем. Гармӣ сахт штаги буд вақте мо рафтам дар 2001. Касе ки ҳаҷ рафтагӣ бошад медонад 2001 мо рафтем ҳаҷ. Не ки خیلی گرمی سختگی بود. روزی عرفات هم روزی هم چیز 3 روزی حج هم. یک رحمت الله تعالی هست. الله تعالی رحم بندش میخواد. بله میاد دارم شما.